سلام رفقا، چطورید؟ من هستم توی به یه ویدیو جدید خوش اومدید. امروز می‌خوایم با هم دیگه اتفاقات و سوتیایی که توی کنسرت میفته رو ببینیم، اونم از نوع کنسرت ایرانیش. پس بدون هیچ معطلی یادتون نره وسطای ویدیو دکمه لایک رو بزنید، کامنت هم بذارید انگلیسی باشه چه بهتر، و اگر چنل من سابسکرایب ندارید چنل من سابسکرایب بکنید و اون زنگولم بزنید و که پیغام واسهتون بیاد. اینا رو وسطای ویدیو انجام بدید. بذارید یه خورده از ویدیو بگذره تا شما رو ربات تشخیص نده یوتیوب. قربون شکل ماهتون برم. بوس به همتون. بریم ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. سوتیای کنسرت. برو بریم. رفتی و از افتن تا دلم گرفت، دستای رقیب منو گرفتی سر. گفتم بهت نرو من که دوست دارم، گفتی میرم منم یهو گریم گرفت. صدای خودشه، صداگذاریه. خیلی داره خارج میخونه، بعد صدای اصلا انگار صدای خودش نیست. رفتی از دلم گرفت اینجوری میخونه. بهت نرو من که دوست دارم، گفتی آخه نمیخوام تو عشقم باشی. گفتم نرو بری بی تو دلتنگ میشم، گفتی نمیخوام تو جلو چشمم باشی. دلگیرم کردی با من نموندی، دلمو شکوندی. دلگیرم از وقتی تنهام گذاشتی، دلمو سوزوندی. دلگیرم. خیلی فارش خونده بود که منی که موزیسین نیستم، منی که هیچ سواد موسیقی ندارم آنچنانی به صورت حرفه‌ای، ولی میفهمم که مهدی داشت خیلی فارش میخونه. مهدی احمدوند اصلا صداش تغییر کرده بود، یه جوری بود فکر کنم حالا میکروفون تنظیم نبود یا تیم صدا بردار یه خورده کم کاری کرده بودن. اینو که دیگه هممون میدونیم این چند وقته کلی بم ترکیده توی اینستاگرام که دیگه اصلا منفجر شده. چای یوتیوب هم که دارن کم کم راجعش کانتنت میسازن. یکیش خود بنده. آخه این چه کاریه؟ چرا آخه هیچ چیزی زیرش نپوشیدی؟ چرا اصلا باید بیرون باشه؟ البته اینجا خودش هم اشاره کرده، گفته تو که نیستی. اون بنده خدا گفتش من هستم، شما نمیبینی. چشماتو باز کن، با چشمانی باز نگاه بکن. پنجره ها رو وا کن، عشقو بیار به خونه. خودتون توی شعر خودتون گفتی که خانم شهره، گفتی پنجره ها رو وا کن، عشقو بیار به خونه، تا که قناری عشق به خونه عاشقه. حالا بقیه سوتی‌های کنسرت ما کنار بذاریم، این از همشون بدتره. یعنی یک آبروریزی، یک اصلا خجالت آورترین کار. اصلا نمیدونم چی بگم بهش. دیگه آدم سابق نمیشی با این حرکاتت. برگام اینجا که بهش اشاره کرد که بکش بالا تو نیستی. من خدا دیگه اصلا حالا اشاره خندی ریزی هم میکنه. عربی. من تصمیم گرفتم از این به بعد توی پلیلیست موزیکام آهنگای خانم شهره رو بیارم و اینم به خودم مربوطه که چرا شهره گوش میدم. به آقای حمید هیراد که این کنسرتش ترکون. خواننده‌های ما به غیر از اینکه صداهای خوبی دارن و صداهای زیبایی که دارن، یه استعدادی دیگه دارن که خواننده‌های خارجی هم ندارن. این که وقتی تو کنسرتشون میری آهنگ میخونه، خواننده لب نمیزنه و آهنگ میخونه، واقعا پشمات میریزه. خیلی این استعداد فوق العاده است. فقط ما ایرانی‌ها داریم که کنسرتمون و هیچ جای دنیا اینطوری نیست. چه هست؟ تو خارج هم اینطوریه؟ ای بابا، ما یه حساب دیگه رو اونا باز کرده بودیم. یعنی خواننده‌های خارجی هم اینجوری رفتار میکنن با مخاطباشون. تا امروز فکر میکنم که فقط ما ایرانی‌ها چنین قابلیتی داریم. تا اینکه کنسرت کتی پری رو دیدم و گفتم شت، اونها هم چنین استعدادی رو دارن حتما. چه نی می‌نوازه این بانو. چه استعدادی دارن ایشون.
تمام برنامه‌ریزیاش به هم خورد بیچاره. حالا اشکال نداره کتی جان، درست میشه، بزرگ میشی یادت میره. حالا میریم سراغ استعداد بعدیمون. چنین استعدادی داره و ما هیچ وقت ندیدیم ایشونو. خانه داره نمیخونه و موزیک داره همونجا پلی میشه. مردم میان فقط پول میدن که این که فقط واسه آهنگ بذاری. تا هم بیا اونجا فقط مسخره بازی در بیاری، یه خورده لب بزنی. حالا دو تا یه شعر چیزام بخونی، عاشقانه هم بخونی و به که تمام نورای گوشتو روشن کنی، اینجوری کنی. نیم ساعت، یک ساعت بیان همه رو سر جمع ببندین، آب دو خیاری جمعش کنین بره. یارو دیگه زنده نمون فکر کن. نگاه کن چیلی میاد رو سرش. یه بار دیگه با هم دیگه ببینیم. چقدر زیبا. چقدر آمیزی. Why are you gay? You are gay. والله you are gay. به به به. این هم که کلا کلیپش خاطره ساز کنسرت سالار عقلی 1 2 3 آخر اجرا بود دیگه. خوب شد، خوب موقعی بود. بعضی اوقات هم دوست داری که شبیه یه نفر باشی، تمام تلاش تو میکنی، از جون دل مهم داری. داداش بواسیت نزنه بیرون داداش. بعضی اوقات هم یه خورده جوگیر میشی، اولین بارت رو صحنه میری، اولین بارت کنسرت داری و اینکه ذوق زده میشی، جو دیگه آدمو میگیره. از قدیم هم گفتن آدمو برق بگیره جو نگیره. اینکه توی آمریکا کنسرت میذاری و دوست داری با مردم با رقص وارد بشی، با بپر قاش خوره یارا رفت پایین. این کنسرت محمد رضا گلزار بود توی آمریکا. فکر کنم میخواست ادای بهنام بانی در بیاره که تو کنسرتش همزمان با نوازنده‌هاش میپرید بالا میومد پایین، هی میپرید بالا میاد پایین. خدا رو شکر که اون استیج چنین مقاومتی رو داشت که همزمان چند نفر با هم دیگه برن بالا بیان پایین و فرو نریزه. واقعا خدا دوستش داشت که این کار انجام نشد. یعنی که دست برداران تدارکات کنسرت درد نکنه که واقعا اونو محکم ساخته. هم خونه میگردم. با اینو ببینید. اون یکی از ترانه‌سراها، شاعر، نویسنده و اینکه خواننده کنسرت گذاشته. پی هم خونه میگردم. یه قسمتی از دکلمه اول موزیکش که میگه پی هم خونه میگردم. از جمعیت طرفدارا صدا میاد، دختره میگه که من هستم و جمع می هوا. من خونه میگردم واسه درمون این سردی. اینا رو باید سریع بگم. یه زن که تو با آتیشتون زن بارو بیاد روی سرتون همتون خالی. پس تحصیلات مواد داشت وسط زورخانه نیست یا اینجا هم باشگاه نیست. اینم که میشناسید دیگه، اصلا نیاز به معرفی نیست. ایشون هم اولین کنسرتشون بود. خفه خون مرگ بگیرید بی پدر و مادر. قد از شما ها من تنفر دارم.
یا خدا چه جیمی جامپی. بادیگارد خوب موقعی رسید اومد بغلش کنه سعی زد پرتابش کرد. بعضی اوقات هم که زیادی زدی و خیلی بالایی تو کنسرتت چشات نمیبینه، مثل کنسرت بهزاد لیتو و جی جی که اینجوری خیلی بالا بگیره داره بهزاد لیتو همینجوری ادامه میده. البته بنده خدا حق داره باید جمعش کنه که حواسشون پرت نشه طرفدارا، ولی یه نگاهی مینداختی لعنتی رفیقت افتاده. اینم کنسرت علی یاسینی که طرفدارا از چیز داد میزنن که علی علی. قشنگ رید تو موزیک رفت، اصلا رید تو حس رفت. بیرون از اینجا اصلا اینجوری نیستم که جانم گفت محسن، گفت جانم. به استثنای من استعداد کردن یعنی کشف کردن استعداد، به استثنای من استعداد کردن کشف به استثنای. از اونجایی که من داشتم دنبال ویدیو میگشتم توی اینترنت، بیشتر سوتی کنسرت فقط واسه محسن ابراهیم زاده بود که خیلی سوتی‌های لفظی داره که اشکال نداره. بیشتر این فقط به خاطر استرس صحنه است. پیش میاد آقا، پیش میاد، سخت نگیرید، هیچ چیز سخت نگیرید. کنسرت حمید حامی که مانیتورینگ پشت شد، دقت کنید چی نشون میده. با خودت فکر کنی اینجا ایرانه اصلا. فکر کنم اون کسی که داشت تبرکات دانلود کرد دیگه تو کنسرت خارجی. خیلی بده. یه بار دیگه الله خدا دیگه اونی که داشت این ویدیو درست میکرد یکی از سایت خارجی دید دانلود کرد دیگه بقیه‌شو ندید دیگه. خب بچه‌ها این بود از سوتی‌ها و اتفاقهای تصادفی که توی کنسرت به صورت رندوم اتفاق میفته. اصلا کلا تو خودت هم خبر نداری. حالا میشه سوتی باشه، اجرای اول زنده باشه، کلا صحنه بریزه و کلا کنسرت به هم بخوره و صدا کار نکنه و اینکه تو نخونی و بخونه موزیک. اینا پیش میاد. مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. اگه دوست داشتید حتما بکوبون دکمه لایک و کامنت هم بذارید، چه انگلیسی باشه که اصلا قربونتون برم. موچ به کلتون. اگه چنل سابسکرایب نداری منو برای اولین بار میبینی، حتما چنل سابسکرایب کن، اون زنگولم بزن که هر موقع ویدیو میذارم با خبر بشی. تا ویدیوی بعدی موچ بهتون. پیس.